این راهی آسان نیست. اگر شما آینده علم شریعت آموزید و عالم شوید و به مردم بیان کنید، این بسیار اجر عظیم دارد. لیکن از این راه الله تعالی هم امتحان میکند که کیها در این راه استوار میایستد. مصیبت ها، مشکلی ها، نه فقط حاضر، تا جان سپاریدن دنیا از مصیبت خالی نیست. اینا امتحان است که کنی تا آخر در همین راه باقی میماند یا نه. خود علم آموختن یا امتحان بزرگ است. همین علم صرف، نحو، تجوید، بعضی برادرها 1 سال خواندن تجوید یاد نگرفتن، ذهنشون کند بود. بعضی فنهای آدم نمیفهمد، عذاب میکشد. بعد اینکه خوانده تمام کرده اکنون در پیشتون زندگی میشد، پول کار کردن در کار، اهل و عائله تامین کردن در کار، علم گیرید و دوام تید اگر پول نیست، مشقت ها، مصیبت ها، زندان ها، کشتار ها. یعنی این راهی وزنین است. تا آخر عمل کردن، چه خیلی که شریعت نازل کرده است همون خیل به مردم رسانیدن، از ترس هر گونه عامل های بیگانه و بیرونی، فشارها، از اینها سلامت مانده، شریعت را، امانت را به مردم تا آخر رسانیده، از این دنیا وفات کردن بسیار مشکل است. این هم یکی از امتحان ها. چون که مثلا 1000 نفر میخواهد طلب علم شرعی کند، از همین 1000 نفر 1 نفر می آموزد. از 1000 نفر آدمایی که علم شریعت آموختن، 1 نفر 2 نفر عمل میکند، به مردم میرساند. مشکل است، آسان نیست.